دیدی بعضی از رفیقامو سر کلاس اصلا دهنشون بسته نمیشه. یه بار سر کلاس بودیم، معلم داشت دینی درس میداد، خیلی هم خوش بود و اصلا جنبه داشت. این رفیق ما امروز روز مورد خنده بود و پیش مردم چرت و پرت میگفت و این میخنده. منم قشنگ داشتم صاف تو چشم معلم نگاه میکردم، سعی میکردم نخندم. یه لحظه معلم رفت بین درس کتاب نکنه، برگشتم به رفیقم گفتم حسینی داداش خفه شو دیگه، هی شبیه گراز میخندی. منم خندم میگیره. معلم هر دومونو بیرون میکنه. گفت داداش به خدا منم نمیخوام بخندم. شلوار معلمو ببین. من سرمو برگردوندم. معلم تا دوباره شروع کرد به درس دادن. اومد جلوی من وایساد و چشمم افتاد به شلوارش. سیب شلوارش باز بود و نمیدونم چرا شورت صورت پاش بود و داشت چیده میشد. اصلا نتونستم خودم رو نگه دارم. پاره شدم از خنده. آقا حسینی که پشت سر من بود اصلا دیده نمیشد. معلم من بدبخت از کلاس کشون بیرون تا ببره پیش ناظم. بهش گفتم آقا میشه یه چیزی بهتون بگم، خیلی مهمه. معلمم گفت بگو. گفتم آقا زیپ شلوارتون بازه. بعد معلم یه نگاه به شلوارش کرد و سر زیپو داد بالا. بعدش به من نگاه کرد و گفت این بار اگه بچه‌ها ویدیو لایک کنن میبخشم.